رمضان نرقى بك رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، یار و دوستان، برادران و خواهران، اعضایان مدرسه حنفیه، همه شمایان را به فرارسی عید شریف رمضان تبریک می گویم و از خداوند متعال طلب می نمایم که طاعت و عبادت هایی که در این ماه انجام دادیم همه اش را به درگاهش قبول گرداند و از خزینه رحمتش برای ما اجر و پاداش بدهد و آن عملهای خیری که در این ماه انجام دادیم در دوام سال هم انجام دادن بر ما آسانی بگرداند و از جمیع آفتهای دنیا، از شر شیطانها و از شر انسانهای شیطان صفت نگه بدارد تا آمدن ماه رمضان دیگر در پناهش ما و شما را نگه بدارد. منتداری خود را به هر یک شما اعضایان این مدرسه بیان می نمایم، چون در این ماه با ما بودید، موضوعهای ما را گوش کردید، خواندید و به دیگران برسانیدید. بگذار اجرش را از خداوند ببینید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان.